نوای نی. از نیستان تا مرا ببریدم از نفیرم مرد و زن گر شدی عطشان بحر معنوی، فرجه‌ای کن در جزیره مثنوی. فرجه کن چندان در هر نفس، مثنوی را معنوی دانی و بس. ما در این سیر و سفر معنوی که در سرزمین اعجاب انگیز مثنوی مولانا آغاز کردیم، برانیم که هر بار چونان دریا نوردان لجه پیما و غواصان بحر آشنا در اقیانوس ناپیدا کرانه فکر و اندیشه سرآمد عارفان جهان، دوستدار جمال سرمد مولانا جلال الدین محمد مولوی غوطه‌ور شده و از ژرفای این دریای مواج و خروشان و این بحر متلاطم پرطوفان گوهری چند فراچنگ آوریم و به عنوان ارمغان و رهاورد سفر به نقادان صاحب بصیرت و روشن ضمیران پاک سیرت عرضه کنیم. امیدان که با بهره‌گیری از سرچشمه فیاض اندیشه این عارف نامی و متفکر بزرگ اسلامی، دردها و عوارض روحمان را باز شناخته و به درمان آن کوشیم. چه این مقتدای اهل صفا و طبیب حاضر دردآشنا که پرورده مکتب حیات بخش قرآن است و واصل به مرتبه وصول و ایقان، به مدد تزکیه و ریاضت و مجاهده به سرمنزل قرب و کشف و مشاهده نائل آمده و در پرتو انوار قرآن و اشراق و افاضه ذات سبحان به تاریک ترین زوایای روح آدمی نفوذ کرده. از این رو چونان طبیبی متخصص و ماهر و روانکاوی توانا و قادر انگشت بر موضع درد و نقاط حساس ضعف و انحراف روح انسان می‌گذارد و با پیروی از مکتب انبیا و سیره مرضیه اولیا بی مزد و منت به درمان نفوس امت همت می‌گمارد و از سر مهر پیامبر گونه اندرز می‌کند و هشدار می‌دهد: ما طبیبانیم شاگردان حق، بحر قلزم دید ما را فنفلق. آن طبیبان طبیعت دیگرند که به دل از راه نبضی پی برند. ما به دل بی واسطه خوش بنگریم،
که از فراست ما به عالی منظریم. آن طبیبان فعالند و مقال، ملهم ما پرتو نور جلال. دست مزدی می نخواهیم از کسی، دست مزد ما رسد از حق بسی. آن طبیبان طبیعت دیگر که به دل از راه نبضی پی برد. دست مزدی
نخواهیم از کسی، دستمزدی نخواهیم از کسی، دستمزد ما رسد از حق بسی. باری این انسان آگاه و عارف بالله ضمن طرح داستان‌های متعدد که صرفاً جهت روشنگری و دریافت شنونده می‌آورد، با بیان داستان مسجد زرار و ترسیم سیمای منافقان پلید و نابکار، نقش مخرب و خطرناک جبهه نفاق را با بدیع‌ترین صورت تصویر می‌کند. او پرده از این راز مخوف برمی‌دارد که کلیه تلاش‌ها و کوشش‌های بشر در طی اعصار و قرون به وسیله اهل نفاق عقیم و ناکام مانده و هر جنبش مردمی با نیرنگ منافقان سرانجام به شکست و سقوط منتهی شده است. بهتران است که عنان سخن را به دست خود مولانا گذاریم و گوش دل به نوای او سپاریم و شرح ماجرا را از زبان او بشنویم. این چنین کژبازه‌ای با جفت و طاق، با نبی می ساختند اهل نفاق، که از برای عز دین احمدی مسجدی سازیم و بودان مرتدی. این چنین کژبازه‌ای می باختند، مسجدی جز مسجد او ساختند، فرش و سقف و قبه‌اش آراستند، لیک تفریق جماعت خواستند. منافقان مکر پیشه و سیه دلان کجندیشه با پیامبر نیز نقش باژگونه میزنند و در زیر پوششی خوشایند و زیبا و عملی به ظاهر مردمی و فریبا، مسجدی با زیب و زیور تمام در مجاورت مسجد قبا نخستین نیایشگاه مسلمانان بنا می‌کنند که مرکز و کانونی باشد برای توطئه و فتنه و خلاف و پایگاهی جهت ایجاد تفرقه و اختلاف. باز شرح ماجرا را از زبان مولانا بشنویم که چگونه منافقان اعمال خائنانه خود را با شیوهی رذیلانه و در زیر پوسته‌ای از شعارهای مردمی و خدمت به نوع آدمی عرضه می کنند. مسجد روز گل است و روز ابر، مسجد روز ضرورت وقت صبر، تا قریبی یابد آنجا خیر و جا، تا فراوان گردد این خدمت سرا، تا شعار دین شود بسیار و پر، زان که با یاران بود خوش کار مر. که شعارها چه خوشایند است و زیبا و سخنان چه دلانگیز است و فریبا، اما دریغ که برخاسته از جانهایی است تیره و ناپاک و وسیله‌ای برای اعمال خائنانه و خطرناک
از این روست که مولانا هشدار می‌دهد نباید فریب ظواهر زیبا و منافقانه را خورد و با این دانه‌های تزویر به دام بلا افتاد، چرا که منافقان چونان صبح کاذبند و در نفس آنان صدق و راستی نیست. صبح کاذب 100,000 کاروان داد بر باد هلاکت ای جوان. صبح صادق را طلب کن ای عزیز، تازه صدق او شوی صاحب تمیز. چنگ زن در ریسمان اتفاق، کن حذر از خدعه اهل نفاق. کوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. دل تو را در کوی اهل دل کشد، تن تو را در حبس آب و گل کشد. این غذای دل بجو از هم دلی، رو بجو اقبال را از مقبلی. سیرتان از این رو که به این کانون فتنه و نفاق جمعه مشروعیت دهند و از این رهگذر بر سر راه مردم دام فریب دهند، از پیامبر می‌خواهند که بدان مسجد درآید و با اقامه نماز بر جان آن جماعت منت گذارد. ساعتی آن جایگه تشریف ده، تزکیه ما کن ز ما تعریف ده. مسجد و اصحاب مسجد را نواز، تو مهی ما شب دمی با ما بساز. آنگاه مولانا به سخنان عاری از حقیقت و ژاژخایی های توأم با شیطنت آنان پرداخته و آن اباطیل و ترهات را به سبزه های روییده در مزبله و تون حمام تشبیه کرده و گوید این روییدنی های پلید فاقد هر گونه بو و خاصیت و ارزشند. اگرچه ظاهری دارند فریبا و گفتار این نیرنگ بازان را چونان پلیست که آبران بینوا را به پرتگاه نیستی و دره عدم سرنگون خواهد ساخت. باز بر سر داستان رویم. پیامبر که از راز درون این تیر دلان آگاه است، در آن دم پرده از رازشان بر نمیگیرد و چون عزم غزوه تبوک دارد، اجابت مسئولشان به بازگشت از سفر موکول می سازد. و رسول حق فسونها خواندند، رخش دستان سوی حضرت راندند. آن رسول مهربان رحم کیش، جز تبسم جز بلی ناورد پیش. می نمودان مکر ایشان پیش رو، یک به یک زانسان که اندر شیر مو. گفت پیغمبر که آری، لیک ما بر سر راهیم و بر عزم قضا. زین سفر چون باز گردم آنگهان، سوی آن مسجد روان گردم روان. سرانجام رسول خدا از سفر باز می گردد و منافقان درخواست پیشین را تکرار می کنند. اما دیگر زمان کتمان سر و رازداری و هنگام اغماض و چشم پوشی سپری شده و وقت آن رسیده که پرده از راز درون آن شوربختان برگیرد و ماهیت پلیدشان را بر همگان آشکار سازد. گفت که ای قوم دغل خاموش کنید، تا نگویم رازهاتان تن زنید. چون
نشانی چند از اسرارشان در میان آورد، بد شد کارشان. مهر بر گوش شما بنهاد نکسری آواز حق می آید همچو صاف از درد می پالاید منافقان چون چنین دیدند به شیوه دیرینه به دروغ سوگندها یاد کردند و خود را از خدعه و خیانت مبرا دانستند. اما به فرمان وحی رسول خدا با عملی انقلابی و قاطع دستور داد آن مرکز توطئه و فساد و کانون فتنه و خطر را به آتش کشیدند و اساس آن لانه خیانت را در هم کوبیدند و محل آن را به جایگاه کثافت و زباله بدل کردند. چون پدید آمد که آن مسجد نبود، خانه حیلت بود و دام یهود، پس نبی فرمود کان را برکنید، مطرحی خاشاک و خاکستر کنید. صاحب مسجد چون مسجد قلب بود، دانها بر دام ریزی نیست جود. گوشت کن در شست تو ماهی رو باست، آنچنین لقمه نبخشش نسخاست. پس حقایق را که اصل هاست، دان که آنجا فرق ها و فصل هاست.
کوتاه سخنان که هر عمل و اقدامی را تا بر حقیقت عرضه نکرده ای و با معیار حق نسنجیده ای آن پذیرا مشو که ممکن است به درکات شقاوت و تیر روزی سقوط کنی که از این رو گوید بر محک زن کار خود ای مرد کار تا نسازیم مسجد اهل زرار. دریغا که این داستان غم‌انگیز در سرتاسر تاریخ بشریت به طور مداوم تکرار می شود و حاصل اکثر نهضت‌ها و جنبش‌ها به وسیله جبهه نفاق به سقوط و ناکامی می انجامد و این مشکل اساسی انسان هاست و از این روست که قرآن کریم منافقان را از مشرکان و کافران خطرناکتر می داند و حملات کوبنده خود را بیشتر متوجه آنان می کند و مؤمنان را از کید و حیلت آنان برحذر می دارد. کوتاه سخنان که داستان مسجد زرار و عمل انقلابی پیامبر گرامی اسلام الگو و اسوه‌ای است برای همه مسلمانان و مبارزان راه آزادی انسانها، به خصوص بر مردم مسلمان ایران در این مقطع از زمان و در این لحظات حساس از تاریخ کشورمان. بر همگان است که فریب چهره‌های ظاهر و صلاح و شعارهای فریبنده منافقان دیو سیرت را نخورند و با آگاهی و هوشیاری نقاب تزویر انسان دوستی را بر سیمای اهل نفاق بدرند و چونان پیامبر عظیم الشأن خود مسجدهای زرار و بانیان دغلکار چنین مراکز توطئه و فتنه را در لهیب آتش توفنده قهر انقلابی خیش به خاکستر مبدل سازند. فیض حق بر شما صاحب دلان مستدام باد. علی نگهدار. شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر این زمان